بابا بوی. به پارت دوم سورایوول خیلی خوش آمدید. همراه با آریاوسی MC که اصلا داخل دیسکریپشن نیست. بچه ها حد میزنید این چیه؟ آریا همین تو بزنید. آقا ما یه ذره خونه رو اوکی کردیم. این یعنی چیه دیگه؟ استوریج رومه این؟ نه چه سری ها هرچی آیتم کجا هرچی اینطوری استوریج روم میسازن؟ آقا نکن مماری. یعنی چی؟ آریا خیلی چرت و پرت خواهی بیاد بیا اینو بکشی اصلا یکم کمک نمیکنه. بابا رفته اون ببینید از اینجا کنده رفته پایین 4 تا آهنگ گیر آورده. فکر کردی کیه؟ همون آهنش هم نداری گریه کن. هی روزگار هی روزه. الان بابا آهن رو بیست میگیرم روز، الان بی‌جنبه. ببین به من تو نباید زور بگی. برو چوب بکن بیا. پارت قبلی من خیلی چوب کندم. یک گوساله گوساله غذا بده. کوی یه تورچ میندازی برام میخوام برام مایلینگ. اینو میخوای به این برسی موفق بشی. مردی که وایسا الان میام بالا با زور با هم دیگه صحبت کنیم. اومدی بالا زغال بگیر برو استیک هم بگیر برو بساز. یک آدم وای، یه دقیقه امول ما آقا. در سر ما داریم در کنار یک آدم امول ای سفری امول الان میام کانت میذارم بفهمی بگه. بابا امول برو کیو برو بچه دیامسی بچه ها ریپورت بده. پکیجای رایگان آریا گذاشته حتما. بله پکیج های بنده را خریداری کنید. بله پکیج میفروشم اصلا هم کلا بردارینید. من اصلا پکیج نمیفروشم که بیام بگم پکیجم پولیه. مردم من. آریا شهید شد. همینه دیگه عاقبت گندگوزی همینه. اما گنده ببین اینا همه حقیقت روزی اینا حقیقت داشت. روز اینا حقیقت داشت. هنوز هم حقیقت داره بچه تبرم شکست بچه. این اندرمن کون بچه ما 3 تا زغال داریم. یعنی اندازه آریا ما دیگه شهرت داریم. من هم آهن دارم گریه کن. آقا من الان پیککس آیرونی دارم دادی منم دارم. یا امسی از ما یه پیککس دادید. ندازیدم خودت دادی دلغک. میدونم که ندادید ولی سلام خوبی. نه همونجا رو هم گم کردم الان ریدم. الان به هم میگه مختصات بده. روزایی که من تخریب میکردی فکر باشه. کنی روزا میبودی. آه دابل لاختی دست بفرد. آریا رو داریم میبینیم ما اینجا یتیم. یا الله درود. جوونا الان دارن به بالا سریاشون بین آریا و CMC توهین میکنن. باید شکی بشن. بیا کتکت بزنم حالیت بشه. بیا جدا همینجا بایسا. این آیرونیه مرتی. بیا بالا میخواد چوب بذار. وای حکیت کردم دیگه درست چقدر نکنی. دمیج داد. وای چقدر What the hell چرا من این بچه ماهی نیستم که غذا داشته باشم همیشه تو دستم. دست دارم. این سطلم الان دستته. سطل تو سطل ندارم. یه چیز دستم بود. اینجا سپلینگ بذار من اینجا من سپلینگ رو بکارم تا ساعت نریم اون ور بیایم. اسکلتون الان اینجا چیکار میکنه درک نمیکنم. اینجا بهتر اینجا. این ور خونه تکمیل این ور مونده. من چی سخت کار میکنم. ای بابا الان یکی فکر نکن فکر میکنه بچه کاری ببین گیر باب دایمند اون چند تا هم هست. 6 تا دایمند گرد. داداش 5 تاشو بکن که بگیری پورچن به من نمیدی. ببین بعد با منچیم در ارتباط باشم. منچیم هم خودم هم پر ای بابا ما انتظار بیشتر دوزی کردی. ببین چاقال آدم میافتم تو لاوا میمیرم. من آخ بمیری ما بخندیم بمیر. الان بچه ها ببینید الان اگر برید آن ساب کنید آریا میاد به خوابتون. ساب هم کنید باز آریا میاد به خوابتون. درصد آدم آزاره میده. یعنی
چه روش خب نمیکنی؟ ببین الان میخوام تیمو بسازم شلوارمو. جدی داری این همه داری دایمن داری جمع میکنی؟ نه بابا آهن. آها بعدن که آهن مایدان داره نیستم. جمع. من میگم آریا هیچ وقت آدم گاو نبود. بالاخره یه بار داری آره حالا دارم نیمونه میگم. آریاک آری مرد. فرا خوند. آری مرد با یه ذره بچه این یعنی قوی بودن من و کنیزی بودن اگه آریا. گوسفند داره میکشه اون خودشه. گوسفند نبود خود بعدم میبینی. سلام خوب هستی؟ نه قشنگ آقا. مهندس دکتر چرا هم میرن میری؟ همشون. چرا میری از دریا آی ساحل؟ کمک آب بذاری آب بذار. من سطل ندارم. ما اینجا بچه اینجا رو میکنیم برای اینکه ما چوب نداریم. یک کرافتی تیبل میزنیم اینجا میشه کرافتی تیبل آریا مخفی. حسینی امسی نظرش اینه که اینجا بیا من بیام چیکار کنم؟ اینجا یه دونه لدر بذارم من بره ریدیم بالا. کجا؟ نه ولی نگاه کن ما اینجا راه داریم. اون گوری رفتی چطوری راه داریم؟ اوه که حوصله داره انقدر راه بره بالا. برو بابا من اصلا اینجا سخت میکنه اصلا قرار نیست از اینجا تو بیای بالا. این کرش این میاد چی کرش درسته. هیچ ایده ندارم که سخت بشه. میخوام چطوری بزنم. عکس منو بذار اونجا از آریو حتما. عظمت. کریپر دمه در خودم. چیش سگ من اینجاست تو ترسیدی نه؟ سگ من اینجا بود هیچ ایده برای عطرو ندارم. من حساب کردیم بچه ها ملخک زیانسی رو آنفاب ببین آقا آریاسی رو برید بلاک کنید منو بگیرید ساب کنید و خب ویدیو هم تا اینجا تمام شده. حتی خونه نصف ساخته. نکن میمیرم. آریا حسینی رو ساب کنید. آقا آریا رو ساب کنید. حالا من نمیذارم ولی اوکی. حالا برید نکن میمیرم. برید آقا آریا حسین رو ساب کنید. برید آریا حسین رو آنساب کنید بلاک کنید منو ساب کنید. منو ساب کنید. ویدیو هم بالا پارت منتظر پارت سوم باشید. منم برم فعلا خداحافظ.